أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید چطوری که درس گذشته بابی صفت دراز بودن کرته و آستین و ازار و فش سلو و حرام بودن اسبال این باب رو شروع کرده بودیم و رسیدیم در حدیث 793 از کتاب ریاض الصالحین. خب، امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی ذر رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو ذر رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت: ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه، یعنی سه طایفه مردمی هست که الله تبارک و تعالی در روز قیامت با اونها سخن نمیگوید، با اونها گپ نمیزند. ولا ینظر الیهم، و الله سبحانه و تعالی این سه طایفه مردم را نگاه هم نمی کند. ولا یزکیهم، و الله سبحانه و تعالی این سه طایفه مردم را پاک هم نمی گرداند. ولهم عذاب علیم، و برای این سه طایفه مردم عذاب دردناک است. یعنی وقتی که الله سبحانه و تعالی با انسان گپ نزند، این خودش یک درد است و عذاب است. وقتی الله سبحانه و تعالی به انسان نگاه نکند، این خودش درد است. ولا یزکیهم، اگر که پاک و پاکیزه هم نکند الله سبحانه و تعالی انسان را از گناه و از کمبودی ها، پس این خودش باز چی است؟ عذاب است. از این حساب میگد ولهم عذاب علیم، و اینها عذاب دردناک دارند، عذاب پرمشقت دارند. قال، گفت میگه ابو ذر رضی الله عنه: فقرأها رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاث مرار، پس میگه تکرار کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین جمله که حاضر حدیثی که خوندیم، همین رو سه بار رسول الله میگه پشت هم تکرار کرد همین سخن را. قال ابو ذر رضی الله عنه میگه گفت که خوابو و خسرو، یعنی بدبخت شدن و زیان دیدند و ضرر دیدند. یعنی این سه طایفه هر کسی که باشد، پس این سه طایفه بدبخت بوده است، طایفه زیان دیده و ضرر دیده بوده است. پس میگه گفت که من هم یا رسول الله. ابو ذر پرسان شد که این طایفه بدبخت و این طایفه زیان دیده کی هستند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم این طایفه را معین کرد که اینها کی هستند. یکم المسبلو، پیغمبر گفت که المسبلو یعنی یکم همون کسانی هستند که اسبال میکنن. اسبال یعنی که شیماشونه پاچاش از بجلک پاشون پایان میخنبد و آستیناشون دراز، بگیم دستاشون میپوشاند، از بند دست پایان میرود. یا در سله باشد، فش سله را طولانی میکند، دراز میکند. این را میگن چی؟ اسبال، المسبلو، یعنی کسانی که اسبال میکنن. اسبال در لباس، یعنی در شیمو، در کرته و در سله. والمنانو، و دویم گفت منان است. منان کی است؟ هر کسی که منت گذار است، یعنی کسی که یک کاری نیک میکند و بعد این کاری نیکی کرده اش رو منت میگذارد. بگیم انسانی منت چی است. دویم این انسان هم منان هم از همون سه طایفه است. سوم کی است؟ والمنفق سلعته بالحلف الكذبی، بالحلف الكاذبی. والمنفق، منفق یعنی که والمنفق منافق یعنی کسی که ترویج میدهد، بگیم رکلام میکند، به فروش میرساند سلعه‌اش، همون چیزی داشتگیش، همون چیزی که میخواد بفروشد همون را به فروش میرساند. بالحلف الكاذبی، با قسم دروغی، با قسم دروغ. فهمو؟ یعنی والله بالله تعالی یگان قسم دنیا نمیموند که این مال من ارگینال است یا که این مال من بیعیب است و خلاصه هزارها قسم دروغ میخورد تا اینکه همون سلعه‌اش، همون چیزی میفروختگیش را فروخته بتواند. این انسان ترویج دهنده سلعه‌اش با
قسم دروغ، این انسان هم از همین سه طایفه است. پس این سه طایفه است که عذاب دردناک برای اینها هست. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. و فی روایت له، باز در یک روایت دیگر از مسلم اومده است که المسبل ازاره، در جا مسبل گفت، در مسبل سه چیز گفتیم، هم گفتیم شلوار، هم گفتیم کرتا، آستینای کرتا، هم سله گفتیم. اما در روایت دیگه میگه المسبل ازاره، یعنی که فقط ازارش در نظر دارد، یعنی که فقط بروکش یا همون شلوارش نباید که از چی پایان باشد؟ از بجلک پا. اگر پایان که شد، پس از همین سه طایفه ضرر دیده هست. خب این بود حدیث 793. بعد از این حدیث 794، و عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت، پیغمبر گفت که الاسبال فی الازاری، یعنی که اسبال در ازار و القمیص، یا در کرتا پیراهن، و الامامت، یا در سله. میتونیم که اینجا برای توضیح بگیم که الازار، الاسبالو، یعنی اسبال در سه چیز است، در سه چیز اسبال است. در حدیث پیشین هم بیان کرده بودیم. یکم در ازار می شود، یعنی که پاچای بروک یا که پاچای شلوار اگر طولانی باشد از بجلک پا پایان باشد، یکم این را اسبال میگن. و القمیصی، یا آستینهای کرتا، آستینهای پیراهن اگر طولانی باشد، این را هم در اسبال میدروید، این هم شریعت منع میکند. و سیم و الامامتی، در امامه هم، در سله هم همچنین، در فش سله، یعنی در فش سله هم همچنین اسبال هست، یعنی اگر طولانی بدش بکند، پس در قسم اسبال میدروید. اکنون میگه من جر شیئا، یعنی که هر کسی که بکشد به زمین چیزی را، چیزی از لباسش را، یعنی که همین کار بگیم طولانی بپوشد، دراز بپوشد، خیالا، از روی چی؟ از روی کبر، لم ينظر الله الیه یوم القیامت، الله سبحانه و تعالی نگاه نمی کند به این انسان کبرداری که لباسش به زمین میکشد در روز قیامت. مقصد از زمین در کشیدن معناش نیست که حقیقی در زمین شکیده برود، معنیش که دراز باشد، فهمو؟ یعنی در زمین میرسد نمیرسد این بگیم حتمی نیست، بلکه دراز بودنش حتمی است. مثلا آستین دستش چران درازی است که دستش در دروی نمیتابد، یا فش سلش درازه که بگیم تا زانوش است، یا از زانوش بالاش از میان پایانش است، به زمین در نمیرسد، اما در این اسبال داخل میشه. یا که مثلا برو شلوارم اگر در زمین نرسدم اما از بجلک پا پایان باشد، در این داخل میشود. رواه ابو داود و نسائی باسناد صحیح، این حدیث را ابو داود و نسائی با سند صحیح روایت کرده هستند. خب این بود حدیث 794. بعد از این حدیث 795، وعن ابي جري جابر بن سليم رضی الله عنه قال، یعنی که از ابی جری جابر بن سلیم رضی الله عنه روایت است که گفت رأیت رجلا یصدر الناس عن رأیه لا یقول شیئا الا صدر عنه. اکنون همین ابو جریر جابر بن سلیم میگه که رأیت رجلا، میگه مرد را دیدم، با مرد واخوری کردم، یا مرد را دیدم که یصدر الناس عن رأیه، یعنی که قبول میکناند مردم را در رأی خودش، یعنی هر چیزی که میگه مردم قبولش میکنه. من یک مرد دیدم میگه واخوردم که هر چیزی که میگوید مردم کمش قبول میکنن. لا یقول شیئا الا صدر عنه، یعنی همین مرد یگان سخن نیست که گفته باشد مگر اینکه میپذیرن، قبول میکنن مردم، یعنی گپش در مردمش گذرا است، هر چیزی که میگه اون مردمی در اطرافش بوده قبولش میکند. قلت من هذا، میگه گفتم که کی هستین؟ اگه همین ابو جریر میگه، جابر ابن سلیم میگه پرسان شدم اون مردمی که در اطراف همین مرد بودن، میگه گفتم که کی هست این مرد که هر سخنی که میگوید گپش گذرا هست؟ قالوا رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتن که این مرد پیغمبر الله هست صلی الله علیه و سلم. قلت علیک السلام یا رسول الله مرتین، پس این ابو جریر میگه که بعد نزد پیغمبر رفتم و گفتم علیک السلام یا رسول الله،
یعنی بر تو باد سلام ای رسول الله مرتين. میگه این گپ رو دو بار گفتم، دو بار میگفتم علیکم السلام یا رسول الله. قال میگه پیغمبر گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا تقل علیک السلام. پیغمبر میگه گفت که علیک السلام نگو، علیک السلام نگو. علیک السلام تحیت الموتى. علیک السلام گفت این سلام مردگان است. وقتی مرده ها را سلام میدادن، یعنی در زمان جاهلیت وقتی که مرده ها را سلام که میدادن، پس اونا همین طور سلام میدادن علیک السلام. فهمو؟ پس گفت که این تحیه درودی یا که سلام مردگان است. قول بلکه بگو که السلام علیک، السلام علیک بگو، نه که علیک السلام. فهمو؟ قال اکنون جابر ابن سلیم میگه گفتم که گفتم که انت رسول الله، یعنی تو پیغمبر الله هستی. قال میگه رسول الله گفت که انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر فدعوته فكشفه عنك. میگه رسول الله گفت که من رسول الله هستم، الذي یعنی همون پیغمبری هستم که اذا اصابك ضر، هر وقتی که به تو برسد یگان ضرر، یگان مشکل و پرابلم بالای سرت بیاید، فدعوته کشفه عنک، پس گفت من همون الله را طلب میکنم، از همون الله میخواهم، کشفه عنک، همون الله سبحانه و تعالی برطرف و دور میکند اون پرابلم و مشکلی تو را از تو. یعنی گفت من همین خیل صفت دارم که از الله طلب میکنم، اون الله مشکلی تو را حل میکند. و اذا اصابك عام سنة فدعوته انبتها لك، و هنگامی که اصابک عام سنة، هنگامی که یعنی که گرفتار شوید شما به عام سنة، یعنی به قحطی و خشکسالی، باران نبارید، ببارانی شد، خشکسالی که شد، فدعوته یعنی که پس دعوت میکنید تو ویرا انبتها لک، یعنی که چیکار میکند؟ فدعوته یعنی که دعوت میکنی ویرا، نمون الله سبحانه و تعالی رو، انبتها لک یعنی که می رویاند برای تو، می سبزاند برای تو زمین رو، یعنی که باران رو نازل میکند الله سبحانه و تعالی. و اذا كنت بارض کفر او فلات، و هنگامی که تو باشی در زمین کفر، یعنی زمین کفر گفته زمین را میگن که در اونجا نه آب است و نه درخت، یعنی بیابان بگیم کلان، زمین به آب و درخت چی میگن؟ کفرش میگن. او فلات، فلات یعنی بیابان، اگر که یگان درخت هم داشته باشد، خیلی یگان چیز هم باشد، بیابان را چی میگن؟ فلات. پس هرگاهی که میگه تو در زمینی به آب و درخت و در بیابان باشی، فضلت راحلتک، پس گم شود شتری تو، همون مرکبی که سوار میشیدی شترت اگر که گم شود، فدعوته ردها علیک، پس اگر که تو طلب کنی از الله تبارک و تعالی، ردها علیک یعنی بر میگرداند برای تو الله سبحانه و تعالی همون شتری گم شده ات را. اگر در همون صحرا و در زمین بیابان شترت گم شود، از الله تبارک و تعالی صدقاً دعا و طلب بکنی، الله همون شتر همون سواره تو را به نزد بر میگرداند. قال قلت، اکنون جابر ابن سلیم میگه گفتم میگه اعهد الیه، یعنی باز هم پند بده من را، یعنی که باز نصیحت هم بکن، باز سخنان نیک بگو برای من. قال، بعد میگه پیغمبر گفت که لا تسبن احدا، گفت یکم کس را دشنام و تحقیر نکن. لا تسبن احدا یعنی دشنام و تحقیر نکن یگان کس را. قال جابر ابن سلیم میگه که فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، یعنی پس میگه دشنام نکردم یا تحقیر نکردم بعد همین سخن پیغمبر، میگه حرا یگان انسان آزاد میگه دیگر تحقیر نکردم، ولا عبدا یا غلام را تحقیر نکردم و پس نشماریدم، ولا بعیرا و همچنین یگان شتر را هم دشنام و تحقیر نکردم، ولا شاتن و گوسفند را هم همچنین دشنام نکردم، یعنی که دیگر کاملا از دشنام کردن، از تحقیر کردن دست کشیدم.
باز میگه پیغمبر گفت که ولا تحقرن من المعروف شیئا، یعنی که ناچیز ندان از کارهای نیک چیزی را، یعنی کاری نیک هر چیزی که هست فکر نکن که این ناچیز است. و ان تکلم اخاک و انت منبسط الیه وجهک، و میگه باید سخن بگویی برادرت را، با یک برادرت، با یک مسلمان سخنگویی میکنی و گپ میزنی، و انت منبسط الیه وجهک، در حال باشی که تو منبسط الیه وجهک باشد، یعنی روی تو برای اون کشاده باشد. فهمو؟ یعنی با روی کشاده گپ زن، نه با قوق و نه با به نسترینی و به بگیم نافارم، نه، بلکه منبسط الیه وجهک باشه باید، یعنی که روی تو با اون کشاده باشه، نه با روی با روی کشاده و با خوشحالی با اون برادر صحبت کن. این ذلك من المعروفی، هر آینه این از کاری نیک است، یعنی حتی نبی برادرت قطعی گپ میزنی با روی کشاده، همین کاری معروف است، همین عمل نیک است، همین ثواب دارد. ورفع ازارک الی نصف ساقی بعد میگه که پیغمبر مرا گفت که بردار ازارت را، شلوارت را، الی نصف ساقی، یعنی تا نصف ساق پایهات، یعنی که از بجلک پا بالا بردارش. فاین ابیت فالی الکعبین، پس گفت اگر که ابیت، یعنی که روی گرداندی از این، یعنی که نخواهی که بالا باشد تا بگم نصف ساق پاد باشد، فالی الکعبین، پس گفت تا بجلک پا بیارش. فهمو؟ یعنی نزدیکی بجلک پا بیارش. و ایاک و اسبال الازاری، پیغمبر گفت که دور باش از اسبال ازار، یعنی دراز پوشیدن ازار. فانها من المخیلتی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت هر آینه همین اسبال ازار از مخیله است، یعنی از کبر و از تکبری هست. و ان الله لا يحب المخیلته، و هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست نمیدارد کبر و تکبری را. و این امرؤ شتمک، پیغمبر باز وصیت و نصیحت را دم در دم برای جابر ابن سلیم تقدیم کرده. میگه گفت و این امرؤ شتمک، و اگر کسی تو را دشنام بکند، مثلا یک انسان بیاد تو را دشنام کند، و عیرک، یا سرزنشت کند، گناهات بگوید، اگه کمبودیای داشته اون کمبودیات بگوید که بگیم اگه کارهای ناخوب زمانش کردگی بودی او را بگیم طعنه کند برای تو، بما یعلم فیک، یعنی به همون کارهایی که در تو میدونیست، اگه کارهایی کردگی که هستی نمیخوای که اون آشکارا شود، یعنی اون گناه معصیت باشد که اگه صفاتای ناخوبه داری که نمیخوای آشکار شود، یا مرد بیاید همون را آشکار کند، بگم سیر و اسرار تا میدونیست، سیر و اسرار ترا آشکار کند، پیغمبر گفت که فلا تعیره بما تعلم فیه، پس تو گفت او را سرزنش نکن به چیزی که تو میدونی، یعنی تو سیر او را آشکار نکن، یگان کمبودی او را اگر که تو بدانی، کمبودی او را تو باز، یعنی رنگ اون طعنه‌اش نکن، یک از بیات را طعنه کند یگان سیر و اسرار تا آشکار کند، پس تو به مثل اون رفتار نکن. فانما وبال ذلك علیه، پس هر آینه گناهی همین کاری کردگیش، یعنی سری تو را آشکار کرد یا که تو را طعنه کرد، یا یگان چیزایی که میدونست آشکار کرد، علیه، یعنی گناهی همین بر بالای همون شخصیت خودش است، یعنی تو به مثل اون رفتار نکن. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی است به اسناد صحیح، با اسناد صحیح. قال ترمذی، امام ترمذی گفتگی است که حدیث حسن صحیح، این حدیث حسن و صحیح می باشد. خب این بود حدیث 795. بعد از این حدیث 796، و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت بینما رجل یصلی مسبلا ازاره، زمانی که مرد نماز میگذاشت، مسبلا ازاره، یعنی اسبال ازار داشت، یعنی که ازارش، شلوارش از بجلک پاش پایان بود. قال له رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای این مرد گفت که اذهب فتوضا، یعنی برو از سر نو طهارت کن. فذهب فتوضا ثم جاء، این مرد میگه رفت و طهارت کرد و بعد اومد. فقال، پس پیغمبر گفت که اذهب فتوضا، باز پیغمبر امرش کرد، گفت برو و طهارت کن. فقال له رجل، پس
اون مرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو گفت یا رسول الله، فقال له رجل، پس گفت برای وی مرده. اون مرد را که پیغمبر چند بار تورات کنی گردون، این مرد نه، دیگه مرد. فهمو؟ این مرد فکر نکنه که این آدمی را که پیغمبر تورات کنی رویش کرده سای همین پیغمبر همین مرد پیغمبر را سوال کرد. نه، این مرد نه. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که اینجا در رجل باز نکیر است. اگر که همون مرد اولینه میشید میگو فقال له الرجل، الرجل میشید پس مرد یکم بود، همون که پیغمبر میگه برای سر تورات که بیا. اما این مردی که پیغمبر سوال کرد این دیگه مرد است. فهمو؟ فقال له رجل، پس گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مرد دیگری یا رسول الله، ای رسول الله، ما لك امرته ان يتوضا ثم سكت عنه، یعنی چرا امرش کردی همون مرد یکم را ان یتوضا، که اون مرد یکم طهارت بکند، ثم سکت عنه، پس سکوت کردی دربارش، یعنی فقط گفتی برو طهارت کن، اذهب فتوضا، برای چی این گپ را گفتی؟ قال، پیغمبر گفت که انه کان یصلی و هو مسبل ازاره، گفت هر آینه وی نماز میگذاشت در حالی که وی مسبل ازاره بود، یعنی که ازارش، شلوارش، پاچاش از بجلک پاش پایان بود. پس پیغمبر گفت که و ان الله لا یقبل صلات رجل مسبل، یعنی الله تبارک و تعالی قبول نمی کند نمازی مرد را که مسبل است، مرد را که یعنی شلوارش از بجلک پاش پایان هست. الله تبارک و تعالی نماز این مرد رو قبول نمی کند. اینجا میگه مرد، نمیگیم شخص. چرا؟ زیرا که زنها رو از این بیرون میکنیم، زنها باید طولانی باشد ازارشان، اما فقط مرد است اینجا. بالا خاطر میگیم صلات رجلین مسبلین، یعنی نماز مرد را که اون مرد چی است؟ مسبل است، یعنی که ازارش، پاچه ازارش یا پاچه شلوارش از بجلک پاش پایان باشد. الله سبحانه و تعالی گفت نمازی را قبول نمیکند. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای همین این مرد گردونده گفت برای ایسر طهارت کی بیا، ایسر طهارت کی بیا. رواه ابو داوود به اسناد صحیح علی شرط مسلمین، این حدیث را ابو داوود روایت کرده است به اسناد صحیح با شرط مسلم، یعنی که سند این حدیث شرط مسلم ده موافقت میکند، موافق با شرط گذاشته مسلم هست. خب این بود حدیث 796. بعد از این حدیث 797، این حدیثش انشاءالله حدیث طولانی هست، این را درس آینده خواهیم خواند. پس این بود درس امروز، اما به همین درس امروز را به پایان میرسونیم و تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.